انقدر ویدیو نساختم راستش صحبت جلوی دوربین یادم رفته. آماده ای بریم؟ اول از همه به تمامی خانواده‌هایی که جون عزیزانشون رو در این راه از دست دادن تسلیت میگم، چه جاوید نام‌ها، چه کشته شدگان جنگ اخیر، چه جنگ 12 روزه، چه جنگی که الان توشیم و چه کشته شده های پروازهای اخیر مثل پرواز 655 و 752 و چه افرادی که در اعتراضات سال 88 98 401 و جون خودشون رو از دست دادن و به تمامی عشقای خودم تو سر دنیا دلم خیلی 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 زیاد واسه تک تکتون تنگ شده بود. اول از همین معذرت خواهی میکنم به خاطر اینها، به خاطر مکانم اصلا آماده نیست. این یک. دومی آلرژی من خیلی زده بالا، یعنی الان من تو بالاترین حد از آلرژی قرار دارم و به خاطر ممکنه یکم صدام داغون باشه و یکی من به خاطر این میکروفوناست اینا قرار بود عوض کنی. آقا به ما چشم زدن. ببین اون روزی که من رفتم باشگاه از اون موقع چشما ارسال شروع شد. 5 روز رفتم باشگاه، روز 6م یکی یا آقا یا خانومی با ماشینش زد به اینجای ماشین من، به این در پشت همراه شاگرد راننده زد تو این. از اون من دیگه باشگاه نرفتم. میزون 1 هفته بعدش جنگ شروع شد. آقا من داشتم کمپانی خودم میزنم، یوتیوب شروع کرده بودم، داشتم کمپانی میزنم، دنبال کار آهنگ بودم. آقا همه چیز پرید، اینترنت هم که قطع. امروز که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم روز 72 قطعی اینترنت بین المللی در ایرانم و من خیلی 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 زیاد دلم واسه تک تک شماها تنگ شده بود و داشتم تو خونه دیوانه میشدم. به خودم گفتم که امیر حسین نظرت چیه؟ بیا بریم با بچه صحبت کنیم. نمیدونم با چه فیلتر شکن و کانفیگ قرار این ویدیو رو آپلود کنم، ولی تلاش خودم رو میکنم تا این ویدیو رو به دست شماها برسونم. بچه اینترنت ها قطع بود. همین 5-6-7 روز پیش من اینترنت پرو میتونستم بخرم ولی اصلا خوشم نمیاد از اینترنت پرو چون حق هممونه. رفتم کانفیگ خریدم، یه آقا رو شناختم باش آشنا شدم، یعنی هر گیگ میده 200 تومن و به من لطف کرد فروخت. نمیفروخت و الان فکر کنم 7 روز من آنلاینم و وقتی رفتم دیدم از 315 نفر شدم 306 نفر فالوور. ترکیدم. عشقانای در میاد. آقا چرا شدم من 306 نفر؟ من توی مدتی که اینترنت قطع بود فهمیدم من بیشتر از این که بخوام دیده بشم، بیشتر از این دوست دارم که محتوا رو بسازم، ویدیو بسازم. لذت میبرم از این که ویدیو بسازم. به نظرم بدون ویدیو ساختن زندگی من چندان هیجان زیادی نداره. آقا از ما قراره ویدیو خفنی داشته باشیم. کجایید شما؟ حدود 63 روز بدون شما زندگی کردم و اینطوری بودم که خدایا الان چی کار باید کنم. تک تک ساعت ها مثل شدم و اینطوری بود که من 4 ساعت داشتم تلاش میکنم تا یه دونه DNS رو متصل نگه دارم. اصلا وصل نمیشد تا بخواد متصل بمونه. تلگرام که هیچی، گوگل باز نمیکرد و همین یوتیوب نمیومد. من خیلی فیلتر شکن عوض کردم و یعنی هر روز فکر کنم از 3 تا فیلتر شکن بالای 30 تا کانفیگ داشتم هر روز تست میکردم که کدومشون وصله کدومشون وصل نیست. بچه این مدل اینطوری بوده که من روزی حداقل 10 تا بازی رو نصب میکردم رو موبایلم و حتی همین چندین روز ادامه داشت. اینطوری بودم که اوکی
من این بازی رو باید انجام بدم تمام بشه. من توی این چندین روز یا به آخر اون بازی میرسیدم یا اون بازی کاملا داستانش رو تمام میگم، مثل هیتمن، ردد رو موبایل. و این 2 ماه خورده‌ای که اینترنت رو قطع بود دلم خیلی واسهتون تنگ شده بود و من واقعا نمیدونستم چی کار کنم. تنها کاری که توی مدت انجام میدادم این بود که میرفتم و یه قدمی میزدم تو خیابون و صبح زود ساعت 7 و غیر از اون هیچ کار دیگه نمی کردم. داشتم تو خونه دیوونه می شدم، فقط از استرس، نگرانی، همینجور تون چیز میز می خوردم و 5 کیلو اضافه کردم. یادتونه چند رژیم گرفتیم، ورزش کردم. آره دیگه اصلا پشمام ریخت. همچنان 97 کیلو. این 70 روز واقعا زندگی خیلی 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 زیاد سخت میگذشت. بخاطر هوای بادی معذرت میخوام. اینطوری بودم که خب امروز حالا فردا بیدار شدم چیکار کنم. هواپیما قشنگ از این خونه ماست، قشنگ از بالا سر خونه ما رد میشدن، یک صدای بسیار هیجان انگیزی میدادن از خودشون بیرون. 4 تا بغل خونه ما 4 تا موشک خورد. شیشا آره دیگه بگیرم دستم خیلی باده. این جنگ تنها چیزی که واسه من داشت این بود که متوجه شدم من خیلی 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 زیاد به محتوا ساختن خیلی زیاد علاقه دارم و اینطوری بودم که خب من امروز میخوام برم این ویدیو رو ضبط کنم و هر روز از اون یکی روز داغونتر ضبط میشد، چون هیچ انگیزه‌ای نداشتم، هیچ خبری نداشتم از هیچ جایی، چی و بدون شما بودم. اصلا عاشقتونم، بوس بهتون. و من فهمیدم یه عشق خیلی زیادی هم به شماها هم به ویدیو ساختن دارم و قلبم فقط واسه همین تا الان اینطوری بوم 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 بوم. زیر قلب اینطوری نیست ولی خب داره میزنه. عاشق تک تکتونم. امیدوارم هرچه زودتر ایران آزاد بشه از دست تاریکی، اینترنت همون برگرده. اینترنت پرو میخری؟ لطفا اینترنت پرو نخرید، اینترنت حق همه مردمه. من کلکسیون گل داشتم واسه 13 سالگی، کمپانی که در 13 سالگی زدم میتونستم با کلکسیون گل خیلی از اون چیزی که شما فکر میکنید یا اون چیزی که دارید در اینور اونور میبینید خیلی خفن تره. میتونستم با اون برم دنبال سیم کارت سفید و پارتی بازی و اینا یا اینترنت پرو. ولی لطفاً خواهش میکنم ازتون این کار نکنید. اینترنت حق هممونه و اینترنت آزاد نظر بودم باید به حقشون برسه، این حق رو داشته باشن. من اونجایی که نشستم پشت شدم. ببین ما کاملا مجهز میم همیشه، خب این سری مجهز نبودیم. صندلی و میز و وسایل همه خونه. روی یه کنده چوب نشستم. اینا نگاه، اینا رو این در این لوکیشن. آقا باید چاقاله بازماش خیلی خوشمزه است. داشتم یه چیزی میگفتم یادم رفت الان چی میگفتم. بچه از این به بعد قرار کلی ویدیو خفن بسازم. من میسازم، فرق نداره واسم چه 10 نفر ببینن، چه 1 میلیون نفر و چه بیشتر از این. چه اینترنت اگه قطع باشه یا وصل بشه یا کانفیگ هم قطع شد، هر داستانی پیش بیاد من بسازم ویدیو رو. هر وقتی اینترنت بوت میذارم، شاید الان بذارم اینو که الان میذارم جمعه، الان که دارید میبینید حتما اینو اومده دیگه فیلم ویدیوه. فکر کنم ویدیویی که قرار بسازم و حالا تاریخش رو نمیدونم چند شنبه بذارم، ولی سعی میکنم پشت سر هم منظم دیگه بذارم. عاشق همتونم، مراقب خودتون باشید خیلی خیلی زیاد. جیگر همتون رو بخورم.
بوس به همه تون تا ویدیو دیگه. بای بای.